سلام، من میثم و اینجا وینامگه و امروز میخوام یک برنامه بهتون معرفی کنم که جایگزین سرچ دیسپیسی ویندوز بشه که هم خیلی سریعتره و هم خیلی یوزر فرندلی تره. در حقیقت مثل سرچ مکینتاش میمونه که این کارت وسط صفحه باز میشه، هرچی میخواین همون موقع خیلی سریع براتون سرچ میکنین و بین کل برنامه ها، فایل ها، فولدرها و تنظیمات ویندوز براتون میاره. خب برنامه‌ای که میخوام بهتون معرفی کنم اسمش ووکس هست. برای دانلودش باید بیاین به این آدرس vox.1 آدرس رو که وارد کردین این صفحه براتون باز میشه. گزینه دانلود رو بزنید ولی مستقیم دانلود نمیکنه، شما رو میاره به سایت گیت هاب. توی سایت گیت هاب آخرین ورژنی که ازش منتشر شده که همیشه این اولین باکس هست، یه مقدار بیاین پایینتر اسست رو بزنید، این گزینه اول رو ول کنید، بیاید اینجا ووکس فول اینستالر روی این کلیک بکنید، براتون برنامه باز میشه. برنامه رو دانلود میکنیم. خب برنامه الان دانلود شد. نصبش هم مثل برنامه‌های دیگه است ولی این سه تا گزینه همش فعال باشه. حالا اگر everything یا پایتون قبلا روی کامپیوترتون نصب هست میتونید این تیکا رو بردارید ولی ترجیحاً همش فعال باشه. اگر که نصب باشه هم آخرین ورژنش اینجا براتون نصب میکنه، پس سه تا تیک ترجیحاً فعال باشه. بعد اینستال رو میزنید، اینجا هم اجازه رو بهش میدید. موتور این برنامه همون برنامه سرچ everything هست. این برنامه یه جوریه پوسته پیشرفته برای برنامه everything. بعد از اینکه برنامه نصب شد شما دو راه برای باز کردنش دارید، یا اینکه همینجوری روش کلیک بکنین تا برنامه باز شه، یا اینکه بیان کلیدای آلت و کی کیبورد رو با هم دیگه بگیرین تا اینجا براتون برنامه باز شه. تو این کادر سرچ که باز میشه هر چیزی رو که سرچ بکنین بلا فاصله براتون میاره، چه جزء ستینگ‌های ویندوز باشه، چه جزء برنامه‌هاش باشه، کنترل پنل باشه یا حتی فایلاتون باشه. مثل سرچ ویندوز نیست که کلی طول بکشه، لحظه‌ای براتون میاره. یه سری هم به ستینگش بزنیم ببینیم چه گزینه‌ای داره. این گزینه‌ها که حالا خیلی مشخصه، مثلا این ووکس توی استارتاپ هاید بشه، یعنی چون اول که ویندوز میاد بالا این کار رو بهتون نشون میده، و این سری تنظیمات معمول برنامه‌ها که اینجا هست. ولی توی تب پلاگین اگه برین میبینین که کلی پلاگین داره. این پلاگینا چیکار میکنه؟ هر کدوم یه سری قابلیت به برنامه داده. مثلا اون everything که موتور جستجوش هست، مثل کلکیولیتر که برنامه در واقع ماشین حساب هم داره. مثلا شما همینجا اگه به 9 به علاوه 9 بکنین میبینین بهتون میگه 18. داره از پلاگین ماشین حساب استفاده میکنه. پلاگین شل ویندوز همون CMD ویندوز رو داره. خیلی پلاگین‌های مختلفی داره. ولی میتونین شما برین برای برنامه پلاگین جدید هم دانلود بکنین. چجوری دانلود بکنین؟ اگر بیاین اینجا به این آدرس vox.1 پلاگین سر بزنین میبینین که چقدر اینجا براتون پلاگین داره. پلاگین تویچ، پلاگین استیم، پلاگین‌های مختلف، پلاگین گوگل ترنسلیت که میتونه تو همون کادر کوچیک براتون هر کدوم از اینا کلی کار بکنه. اینا رو توصیه میکنم که تست بکنید. و توی قسمت تمهاش که مثلا غیر از این تمی که داره، تم تقریبا دارکه، میتونین تمای دیگه هم براش انتخاب بکنین، مثلا تمای شفاف، تمای غیر شفاف. و اینجا هم که هاتکیاش هست. هاتکیا چیه؟ به غیر از این آلت و کی که گفتیم که برنامه رو باز میکنه، میتونین که براش هاتکی دیگه تعریف کنین، شورتکات دیگه تعریف کنین که برنامه با اون شورتکات براتون باشه. اینجا هم که پروکسی تعریف میکنین که حالا یه بحث جداست. و کلا هم این برنامه خیلی برنامه مفید و کارآمدی است. امیدوارم که استفاده کنین، به دردتون بخوره.